به نام ملت ترک. Səhv oldu yaranışıq və burada doğuldum nənə. Ağırdı döşkə fəslə gələn nəfəslər mənə. Sili gözü qoyma. پانتورک، کلمه‌ای که این روزها صهیونیسم فارسی هر کس و ناکسش، هر خاله و نخالش به کرات به زبون میاد و میخوان قانون نانوشته جدیدی رو جا بندازن که هر کس ترک باشه و مطالبه ای داشته باشه، فرقی نداره، مطالبه سیاسی، مطالبه اجتماعی، مطالبه هر چیزی، خب اون پانتورکه. و چون قبلا هم جا انداخته بودن که ایران یعنی فارس و پانفارس یعنی ایران دوست، پس پانتورک یعنی وطن فروش، پانتورک یعنی تجزیه طلب، پانتورک یعنی تکفیری. انگاری که پانتورک بودن مثلا به معنی زنای محسنه با زن شوهرداری چیزیه، در عوض پانفارس بودن تقدس داره. پانفارس باشی پیغمبری، پانفارس باشی تو ایران دوست و وطن دوستی. عجبا. این یکی از جوک های بزرگ تاریخه، پانفارس و وطن پرستی. یا للعجب. این به اصطلاح وطن پرست ها طی تمام 30 سالی که ما با روس ها جانانه مبارزه کردیم، یک روز هم در کنار ما برای این وطن نجنگیدن. یک شهید محض نمونه تو خاک آذربایجان ندارن و چه وقیحانه دم از غیرت نداشتهشون میزنن امروز، حرف از غیرت ملی و وطن دوستی و وطن پرستی میزنن برای ما. ولی ما وطن فروش ها، ما پانتورک های وطن فروش، از شمالی ترین نقطه این خراب شده ای که رضا پالون اسمشو ایران گذاشت رفتیم به دورترین نقطه تو جنوبش و خط شکم بودیم. هزاران هزار شهید دادیم اونجا، زمانی که پانفارس ها از جبهه ها در میرفتن. پانفارس ها توی دفترهاشون در تهران نشسته بودن و مشغول کارهای اقتصادی و دنیویشون بودن، مشغول همون دزدی ها و اختلاس ها و زمینخواری ها و همین چیزی که همین الان هم ازشون میبینید همون موقع هم بودن. این به اصطلاح وطن دوست ها و وطن پرست ها کشور رو بدون جنگ و خونریزی به روس ها واگذار کردند. روس هایی که ما حسرت به دلشون گذاشته بودیم که پاشون به خلیج برسه، خلیج همیشه عرب، خلیجی که ما پانتورک های وطن فروش هزاران کیلومتر رفتیم و بندر عباسش رو از اشغال پرتغالی ها آزاد کردیم، اسمش شد بندر عباس. و پانفارس های وطن پرست، به اصطلاح وطن پرست، واگذارش کردن به چین، به نامسلمون ها که نه، به خدا ستیز های چینی. ما جای جای این جغرافیا خون دادیم، شهید دادیم، شهر ساختیم، آباد کردیم، تمدن ما ساختیم و آبادش کردیم. محض نمونه فقط یک شهر ایران نیست که فارس ها آبادش کرده باشن، چون اینها رسالت ایران کردنه، رسالتشون زمین سوخته کردن. پانفارس یعنی وطن فروش، پانفارس یعنی بی غیرت، پانفارس یعنی دروغگو، پانفارس یعنی دغل‌باز، پانفارس یعنی دزد مال مردم، پانفارس یعنی کسی که دست تو جیب مظلوم ترین مردم میکنه، پانفارس یعنی اختلاسگر، زمین خار، بورس خار، سلطان سکه، سلطان شکر، سلطان لاستیک. پانفارس یعنی مثل سگ دم در غربیا له له بزنی. پانفارس یعنی نوکر چین و روسیه باشی. پانفارس یعنی صهیونیسم فرانوین. پانفارس یعنی لباس اسلام تنت باشه و متحد نامسلمان‌های مسلمان کش باشه. پانفارس یعنی ریاکار، دروغ، منافق. پانفارس یعنی یا حسین غریب مادر بخونی و از مالیات و بیت المال شیعه خانه ابا عبدالله بدی به قاتلان شیعیان ابا عبدالله. پانفارس یعنی برادر و یار و یاور نامسلمون های کودک کش نجس ارمنی. پس ما هرگز برای اینکه کسی ما رو ایرانی حساب کنه فارس نمیشیم و ننگ پانفارس بودن رو به دوش نخواهیم کشید به حمدالله انشاءالله. من یه ترکم، اسمشو هر چی میخوای بذاری بذار، پانتورک میخوای بذاری، من یه پانتورکم، یه سوپر اکستریم پانتورکم و مطمئنم مسیرم حقه، چون پانفارس صهیونیست ارمنی پرست کارگزار ابلیس میگه نه، مخالفشه، پس حقه. ما به پانتورک بودن این افتخار میکنیم. خواسته های برادران ترک ما که بارها گفتند اتهاماتی که به شما میزنند از بقایای رژیم و از زمان رژیم سابق سالیان دراز برای سرکوب است. شما حقوقی دارید همونطوری که مکرر بیان شده، حقوق آزادی در سرنوشت خود. هیچ کس، هیچ قدرت
نمیتواند این حق را نادیده بگیرد. این حق را اگر به شما ندادن باید مطالبه کنید. ببینید این حق اساسا دادنی نیست، مال شماست. شما هنوز یه عده‌ای میخواید از دیگری مطالبه حق کنید.